برادران بزرگوارم، یک چیز دیگر هم ما و شما باید متوجه باشیم. آداب قربانی کردن. اسلام قدر یک دین زیبا است. به خدا من کسایی را میبینم در این صفحات اجتماعی وقتی که انتقاد میکنه به اسلام، من همین قدر میگم که تو برو یک دفعه مطالعه بکن اسلام. تو یک دفعه ببین اونمو کفار کلانی که امروز شما میبینید. در دنمارک یک کسی بود بالای قرآن کریم گپ میزد، اونمو پارلمان، اما وقت میره مطالعه میکنه در اسلام، قرآن مطالعه میکنه، بهترین مسلمان اونمو میشه. پروفسور ژاپنی که پروفسور هست، متخصص هست درباره اسلام، وقت مطالعه میکنه او مسلمان میشه. چقدر یک دین زیبا داریم. جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم حتی به حیوانات هم بر ما یک آداب را تعیین کرده، یک روش و یک طریقه را بر ما تعیین کرده. چی میگه نبی کریم صلی الله علیه و سلم؟ عن شداد بن عوس قال: سنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليوحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. شما ببینید نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید، صحابی میگه شداد ابن عوس میگه من دو چیز را از رسول الله صلی الله علیه و سلم حفظ کردم. او این بود که میگه نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای من فرمود که الله متعال سر شما واجب گردانیده در هر کار، در هر چیز احسان و نیکی کردن. حتی میگه فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وقتی شما یک چیز را میکوشین با بهترین روش، با نیکوترین روش او را قتل بکنین یا او را بکشین. و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وقتی شما یک حیوان را ذبح میکنین میگه چی بکنین؟ با بهترین رویه، با بهترین رفتار، با ایتو نشود که خدای نخواسته یک حیوان شکنجه بکنه، یک انسان، یک حیوان سختی سرش بیاره. نه 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 نه، این از آداب دین ما نیست، این از آداب شریعت اسلامی ما نیست. وقتی که بر ما میگه که تو با حیوان وقتی که او را ذبح میکنی با بهترین رویه او را ذبح بکن، خب با او انسانی که اشرف المخلوقات هست، او انسانی که الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر. سبحان الله. و انسانی که در قرآن بار بار سر از این انسان الله متعال تو قسم میخوره، و انسانی که ای هفت زمین و ای آسمان و چیزی که در این دنیا هست، ای آفتاب و مهتاب و ای میوه ها و غیره، دریاها و اشجار، ایره کلش برای انسان پیدا کرد. به خاطر اینمی یک انسان بود، بعد از او دیگه شد. نه ما امروز همراه از او چی رقم رویه میکنیم؟ چی رقم همراهش رفتار میکنیم؟ با حیوان میگه شما یک رفتار نیک بکنید. یک انسان باز بیگانه ها را چی میکنه؟ امروزه ببینید چقدر بدبختی هست. با نزدیکترین کسایی که از خانواده ماست ما همراهش قار است، ما همراهش خفه هست، تا که میتونیم در جان یک انسان میزنیم. اگر او در تجارت است، اگر او در هر چیز است. ما تجربه نکردیم؟ ما شما ندیدیم؟ در بازار میری با خدا یک سیر پیاز چی باشه، یک سیر کشالو چی باشه، در او هم خرابی و فریب و جعل، چهار بغل یک رقم تا داخل خراب. خود چرا این خرابش یک طرف نمیمانی و خوبایش دیگه طرف، وگو این قیمتش نقدر، این قیمتش نقدر. یا همین رقم در بازار میری یک جنس بیع میکنی در یک دکان 200 افغانی، در دیگه دکان میری 1000 افغانی. اونمو چیز، اونمو کیفیت. با شروع میکنه که ای فلانی است و ای فلانی است و ای فلانی. انسان خو عقل داره. خب به هر صورت برادران بزرگوارم کوشش شود از آداب اسلامی و آداب مسلمانی است. وقتی که یک انسان و یه سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است، وقتی یک انسان یک حیوان قتل میکنه، ذبح میکنه، کوشش شود که کارد میگه تیز باشه. در حدیث است، حدیث مسلم شریف است،
تا که او چی نشوه، او عذاب کرده نشوه، او تعذیب نشوه، بر از او ضرر نرسه. دوم، یک حیوان که ذبح همیشه در مقابل دیگه حیوان نباشه که باز هم بر از او یک نوع ضرر میرسه. یک حیوان که ذبح میکنی بسیار متوجه باشی. حتی از آدابش ای است که وقتی حیوان بگیری ای رو خوب یعنی خدمتش بکنی که شاید اینمی حیوانی که تو قربانی میکنی سبب و وسیله رفتن به جنت تو شود. پس به این خاطر این آداب ما و شما باید بسیار زیاد مراعات بکنیم. یک آداب دیگه است که این هیچ کس مراعات نمیکنه، قصاب میره کمی ذبحش میکنه دیگه زود پوستش اوسو میکنه. نه این مکروه است، این متوجه باش. تا که این حیوان سرد نشده باشه، گرم می باشه، کوشش نکنین به قصاب اجازه ندین کوره چی کنه، پوست کنه. این از آداب قربانی نیست که او را زود پوستش اوسو میکنه. و دیگه ای که در وقت ذبح کردنش همو آیات های مشهور است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. این آیات ها خوانده شود و به طرف قبله رویش دور داده شود، گفته شود بسم الله والله اکبر یا بسم الله الله اکبر. این کلمات بگوید. بعضی اوقاتی تو میشه که حیوان یک دفعه از کنترل میبره و این کسی که را قربانی میکنه سهوا قصدا نه، سهوا همی بسم الله را فراموش میکنه، این نام الله و الله اکبر را فراموش میکنه. اگر به قصدی نبود، به سهوی بود، یک دفعه ورخطا شدی، خرابی زیاد میکرد، یادت رفت، قربانیت شده، هیچ مشکل نداره. و همچنان یک دو سه دانه مکروهاتش هم است، اینم متوجه باشیم. اولی که پوست قربانی را نفروشیم. پوست قربانی حق یک فقیر و یک مسکین و یک بیچاره هست. با قصابی را نتیم، این مکروه میشه. با قصابی تو نگویی که پوستش هم میتم برد و پولم برد میتم، این مکروه میشه. اگر پولش برش میتی و میفهمی که قصاب مستحق است و پوستش هم برش میتی، هیچ مشکل نداره. دومی که خود گوشت قربانی را با قصاب دادن در مقابل اجره، ای هم صحیح نیست که بگو یه قدر برات گوشت میتم بیا قربانی کن. نه این مکروه هست، این را متوجه باشه. و دیگه ای که گرفتن پشم حیوان پیش از قربانی و همچنان دوشیدن شیر از اون مکروه هست. اگر تو را شیرش می دوشی، کوشش بکنی که او را خودت استفاده نکنی، این را به مردم بدی. و آخرین چیزی که برادران بزرگوارم این بسیار زیاد متوجه باشین، بعضی مردم ها از ما سوال میکنن، بارها سوال شده، میگوین که آیا از طرف دیگه کسی دیگه قربانی میشه یا نه؟ بله. یک انسان پدر و مادرش فوت کرده، این به خودش هم قربانی میکنه، برای پدرش هم میکنه، به مادرش هم میکنه و ثواب از اون بر از اون میبخشه، اونم کل گوشتش هم صدقه میکنه، هیچ مشکل نداره. و حتی او انسان چقدر خوشبخت باشه که به جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم قربانی بکنه. همین هفته گذشته یکی از نزدیکی های ما یک قصه را کرد، اگرچه مرا گفت که من ایره به کسی هم نمیگم، خب من نامش نمیگم، بذاره قصه جالب بود. میگه من هر سال سه قربانی میکنم، از خودم، از خانمم و یکی را به پیامبر صلی الله علیه و سلم قربانی میکنم. میگه وقتی که من حج رفتم، من اونجا کمالات دیدم. وقتی که به روضه پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شدم، آلی تو چیزایی را جور کرده، سیستم جور کرده که تو باید ثبت نام کنی و اوجا از 10 دقیقه بر تو زیاد اجازه نمیده. مکمل روز میگه در مسجدی که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم، امو مسجد و محراب خودش و این طرف مقبرش و این طرف یاران مبارکش و این طرف جسد اطهر و مبارکش و این طرف منبرش، میگه از پیشین که من اینجا ششتم تا خفتن اینم اینجا بودم. اگر نه از 10 دقیقه اوجا کسی را زیاد نمیمونه. کوشش کنیم که اگر واسه توانایی داشته باشیم از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم یک قربانی بکنیم، چون حضرت علی رضی الله عنه همه سال 2 قربانی میکرد، یکی از خودش، یکی از پیامبر صلی الله علیه و سلم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.